یعنی طی 19 سال مسئله عوض کردن واروخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشته هم نمیتواند. حسن آفرین. یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکند. یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است. یوروی دینی همه را سرگردان کرده است. بسیاری ها یک دخترک تاجیک دیده نمیتونن. آفرین حسن دستری کنده کن باشه. احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگه. من تاجیکم، در تاجیکستان تولد شدم، در تاجیکستان تربیت یافتم، های امروز شهروندی روسیه هستم. چی؟ حقیقت چه گفته است؟ آفرین. یک نفر میتواند بکند، لیکن یک سخن ناجا دولت را یک خانه را میتواند با آتش سوزاند.